مغزتو مثل یه خونه فرض کن. حاضری 24 ساعته در این خونه باز باشه؟ هر کی دلش خواست بیا تو راش میدی؟ طبیعتا نه. ذهن ما هم یه حریمی داره. پس نباید هر خبری رو، هر شبکه خبری، کانال، پیج خبری رو فالو بکنیم. چون لزوما معتبر و موثق نیستن. پس منابع خبری که داری دنبال میکنی و یه نظم و ترتیبی بهش بده. ببین کدوما کانالا و پیجا و شبکه های معتبری هن، کدوما اخبار موثق میذارن، بقیه رو دیگه ولش کن. پاک کن، آنفالو کن، میوت کن. اگه قرار باشه که تمام روز بشینی اخبار گوش بدی، اخبار بخونی، اخبار رو فالو کنی، مغزت منفجر میشه، از هم میپاشه. پس یه زمانی رو مشخص بکن در طول روز یا شب، مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، 10 شب، برای یه مدت محدودی اخبار رو دنبال کن و بعدش تمام. بعضیا فکر میکنن اگه تمام روز مداوم اخبار رو بخونن و در جریان اخبار باشن، نفر اول بدونن که چه خبری اومده بیرون، انگار آرامش میگیرن، کنترل اوضاع دستشونه، اما فقط دارن ظرفیت روانیشون رو کم میکنن، فقط خودشون رو دارن به اون فروپاشی روانی نزدیکتر میکنن، اون اضطراب خیلی زیاد. پس قبل از اینکه بری سمت اخبار یه چند لحظه صبر کن. از خودت بپرس اگه من الان اخبار رو نبینم، اخبار رو نخونم، ضرری میکنم؟ تصمیم خیلی مهمیه که باید بر اساس اون بگیرم؟ سودی داره؟ ضرری داره؟ از چیزی جا میمونم؟ اینطوری هم از روان خودت محافظت کردی، هم از اینکه بیشتر از این فرسوده نشی.